امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده هستین نگهبان هر یک شما باشد برادران غریب. امروز ما حضور داریم در بازار سیتی مسکو. این دوستان عزیز کسانی که میخوان برای رکلام کردن امروز تا ساعت های 3-4 ما در این بازار سیتی برای رکلام کردن نمره ما در کامنتاری هم ذکر کردگی فقط واتساپ 905 33 64 42 نمره تلفن پلیز 990 905 33 64 42 واتساپ بنویسین. نفرانی که مثال کنکرت میخواین که دکاناتون مغازاتون لباساتون رکلام کنین دوستان عزیز در همه جای بازار امروز هستیم برادران دعوت کردگان علاقه رکلام اویا کسوشون و دیگر چیزی باشه گفتن رکلام میکنیم ان شاء الله. اینا کوربورا سر کردیم امروز در اینجا چند تا کی کنیم رکلام گرفتن همه کسا دیگه شروع نتونجه خوبین. اینا یا بار دیگه نفرانی که در اینجا نبودین اینا ماشاءالله خیلی کلام بزرگ بازی همه جای بزرگ میدرویم. یک کانتر در اینجا قطعا چرچک کنم برادر جانو بعد بدرویم تو برادر اومدن گرفتن همه کسا برادرها یا لایک را بدین ان شاء الله بهترین کار میشه. با اگه نفری که میخواد که همکل مغازین شر رکلام کنه براش پلیس کلام میشود همه کسا یک دستگیر کنیم بهترین میشود. حاج ما در خودی هشتم قرار داریم در اینجا انیسی جایی که پروداکتو بیشه هم ماشین نگاه کن اینا دیدیم برادر جانو میوی همه میگوی برادر توجی که بازار کرما سخوات و سوبسه بچه این میدونی یه همه بازار گذشتگی. سلام علیکم رحیم و علیکم و سلام سازی برادر جان خوبی سلامتی خوبی است. 95 نفر در افیر یک لایک را بجوین که همین اول و دیگه شخصیت ها پنج شود. بسیار رفرا خواهش کرده بودن که برای رکلام کردن کایمین همین روز این روزی اومدگی ما با هم خودت همت اوگاش این برادران شاید که یگون برادرت میخواد که دکترش رکلام کنه مغازش رکلام کنه بهترین کار میشه. برادرانی که خواستن که این نزدیک صحبت کنن امروز در همینجا الحمدلله قطعا هر یک کدوم صحبت میکنیم ان شاء الله میشینیم چخشا میکنیم همین روز در همینجا فقط باز هم کانت کوربورات نه. سلام علیکم و رحیم با پیش هزار رحمت کی تو بسم میره اول همینجا برادر جان ان شاء الله توزی یک بین کوربورا الحمدلله بو میره مکه به حد یاد کردیم وطن. سلام علیکم رحیم سوز خوبی میشه رحمت برادر جان سوز خوبی تنج سلامتی خوب هم تنج نه که همینجا دوم هم نمره رسید نمره ماشین تلویزیون بینم لیچ کده نویسیم برادر جانو خیلی همه خیلی اینا خداوند نگهبان تو باشه. خیر دوستان عزیز هزار رحمت برای دستگیریتون برای لایک های زیباتون. خداوند نگهبان هر یک شما باشه.